سلام. من خیلی دیرم شده که برسم به سر کار و توی این ولاگ قراره که با خودم ببرمتون یه سفر تقریبا 1.5 روزه به کل. هوام همونجوری که سرده، باد میاد، بارون میاد و همین دیگه. همراه من باشید. بچه من الان توی وقت استراحت هم هستم. نیم ساعت در کل توی 8 ساعت که کار میکنم استراحت دارم. خیلی خوابم میاد، نمیدونم چجوری قراره تا شب تحمل کنم و تو راه باشم و اون قطار رو 2 تا قطار باید عوض کنم. بعد این کیکم سردرد دارم، نمیدونم گفتم دیگه نگفتم. الان فضای اینجایی که میایم واسه استراحت هم بهتون نشون میدم. خدا رو شکر که همچین چیزی هست که روش دراز بکشی و اینا. بعد امیدوارم که این 3-4 ساعت هم اینجا زود تموم بشه و زود برسم اونجا. اگه بتونم تو قطاری 1 ساعت 2 ساعتی میخوابم. من تموم شدم. یه ربع ساعت هم زودتر. این کار توی مهد کودک بیشتر روزا واقعا انرژی زیادی رو میگیره ازتون. الان میرم که یه چیزی واسه توی راه بخرم. تو قطار چند ساعت رو. امیدوارم که این مسیر قطارم زود بگذره. من همین الان رسیدم. اینجا رو ببینید. یکی از شوق و ذوقای من واسه اینجا اومدن. این بچه بود. این بچه لیو دست نه دست. آه خدا نه دست. مامایا قشنگم. دست خدا. من پوستم رو شستم، مسواکم هم زدم، ولی قبل از اینکه برم بخوام یه سوال داشتم. اول اینکه خودم الان مدت هاست دلم میخواد که محل زندگیمو عوض کنم و این فقط
واسه من به این معنی نیست که بخوام از این خونه بلنشم برم توی خونه دیگه. دلم میخواد یعنی شهری که توش هستم رو عوض کنم. حالا سوالم از شما اینه که اگه قرار بود فقط یک جا رو به عنوان محل زندگیتون انتخاب میکردید که صرفا فقط یه تایم کوتاهی داخلش باشید و داخل اون شهر، حالا اون جایی که انتخاب میکنید باشید که شرایط زندگی رو بسنجید واسه خودتون، اون یه جا کجا بود؟ خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم. دوست داشتید تو کامنت ها بنویسید. شب من بخیر باشه. نمیدونم چه تایمی هست که شما دارید این ویدیو رو میبینید، اون طرح زندگی شما هم بخیر باشه. تا فردا. صبحتون بخیر باشه. آرزو کنم قلبت 9 8 7. من رفتم یه آرایش کردم که بریم بیرون و خب همونی که میبینید فعلا تو بالکن خونه دوستمون هستم، به خاطر اینکه هوا همینجوری داره سردتر و سردتر میشه، بارونم داره میاد. دیگه گفتم فعلا بیام تو بالکن تا اینکه بریم بیرون، چون بیرون حتما میریم امروز، ولی گفتم فعلا بیام همینجوری تو بالکن. یه لیوان کافی هم واسه خودم درست کردم. خیلی میچسبه خدایی، چون هوا الان در حال حاضر اونقدر سرد است، فکر میکنم 15 درجه باشه. بعد چک کردم دیدم شیراز 25 درجه آفتابیه، هوای مورد علاقه من. ولی فعلا تو این هوای 15 درجه بارونی تو بالکن با کافی خیلی خوبه. بالاخره از خونه زدیم بیرون. الان ساعت 6 و ما تازه اومدیم بیرون. 2 ساعت بیشتر وقت نداریم، چون اینجا همه مغازه‌ها ساعت 8 میبندن. بچگیم عاشقشون بودم، از اینا بوده. دارم تولدت مبارک، تولدت مبارک. مدل چینی و بله مدل چینی دارم میکنم. بچ داریم چیکن بودارم. تست آخر. دستشون درد نکنه. خوشدل قسندی. همین کم بونده بود واقعا. کیک و چای. جایی که باید سوار قطار دومم بشم. اینقدر هوا سرد و یه بارونی هم گرفته. امیدوارم قطار تأخیر نداشته باشه و من بتونم به موقع برسم و
Bahnhof über Köln-Messe-Deutz, Abfahrt 16:03 Uhr, heute circa 5 Minuten später.